محرک نداره. سوزوندمش. خودت؟ آره. مرتضی حالش چطوره؟ خوبه. بهت گفته میاد اینجا دنبالت؟ آره. شماها یعنی تو و مرتضی کسی رم کشتی؟ نه. اون ژاندارمه کیه؟ صاحبخونم. خیلی اینجا میاد. ای ما رو باش کجا اومدی؟ تو لونه مار. باید از اینجا ببرمت یه بیابونی که ماشینای اوراق و توش میریزن. اونجا جات امن تره. نه خیلی گرفتاری داره خانم. شما خیلی به من محبت کردین. میدونم شما این کار واسم درست کردین، اما به خدا خیلی گرفتاری داره. وقتی این آقا میخواد قایم بشه یعنی فراریه، وقتی فراریه یعنی کسی نباید قایمش کنه. پس وقتی من قایمش کنم یعنی فاتحه هم خونده است. اما بعضی خوبیایی که من کردی من سعی میکنم فقط بتونم یه شب رو اینجا نگرش دارم تا فردا ظهر نگرش میدارم، فقط تا فردا ظهر. باشه خوبه. یعنی فکر میکنی تا فردا مرتضی پیداش میشه؟ فکر میکنم. آقا مرتضی اومد. میدونی خودش علامت چند تا بوق پشت سرم بود. باشه بیا صادق.